الله میگه این من در یگان قوم تغییراتی نمیتونم تا اینکه همون قوم خودش در نفس خودش کوشش نکنه، چی بیمار باشه، چی انسانی بوی باشه، چی کمبغل باشه، حرکت کنید. یعنی گفتن ما از اینجا گفتی گپا تنها به خاطر الله، به خاطر گفتی گپا کار بار گفتی گپا هر دینی باشه. اگر ده همو بگیم کل بخیر مدرسه می استودیم گفتی گپا همون حافظه گفتی گپا با پیشمون میوین، چی ای حافظاش با پیشمون گفتی گپا دعاخانه میوین، چی ای رقاصاش میوین، چی ای برنده هاش میوین، ای لبنان نماد انسان میوین، چی بیتسو میوین، بیتسو گفتی گپا دستاتش گوشم اورونی میوین. یکی ما را بسیارش یا گوش شدیم کمی که در حالت نسترین مو. یکی ما اگر ما در همون چیز در کار باشد بگیم همون کار در مسکو میکنیم، پول راست خودم میکنیم، بی پول و در کارش پول مون میده. بارون میبریم مکان. برقصیم بدبختایی که کمتری بد مینویسن. همه سرانده ریپی خوب کیه؟ امینمیه که ما در امریکا نه. همون را میگیریم میاریم. راست گفتی که بون تا پسلا راست ما همین واسه که همه چیزا میخواین بعد رفتاری میکنین. این رفتار مش نکنین. الله که هدایت بده یگان کس او را چی کردن نمیتونه، تغییر دادن نمیتونه، برای بد بردن نمیتونه. هر کسی که الله هدایت نده، هر کسی که الله سبحانه و تعالی هدایت نده اگر او را یگان کس برای راست بردن نمیتونه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب ان شاء الله قرائت کنیم. یعنی مخل ما رو بچه آروم میکنیم با تلاوت قرآن. یعنی بسیاروش میان داخل سوال میکنن، داخل رفتار نه سلام نه علیک ای جبیو تام جین خون استی. یعنی هر چند که ما در اینترنت هم باشیم یعنی یک رفتار کنه میشه. ما هم عصب داریم، ما هم پرابلم داریم، ما هم زندگی داریم، ما هم مشکل حیات زندگی، ما هم قرض داریم، ما هم کاروبار زندگی داریم. یعنی یک انسان پیش که یک خدمت منین که میبریم فکر که یکی تلفن نبرداشته مثلا چیزی که بعضیش میگم که انسان خود دمی سعودی تلفن قدی گپ زد واتساپ قدی گپ زدن نمیشه امکان باشه. یعنی تلگرام قدی دیدن گذاری که جلسه رو که ای برداره الله بتاز دروغ نگو این انسان خود میگه نمیشه، همین چیز نیست، هم نمیشه مگر که وی پی ان گیرون کن یا پروگرام ها سیس کار میکنن جنجال میبردارن. بعضیش اخطارات میگه وقتی قبلیش میگه سخت درسید اخطارات کی کرد قبلیش گفت چی گپ گفتی کجا بخش میپرسم میگه که سخت درسی این انسان خوب خودمش داشتم که لیست نمیرسه. بسم الله دستی راست خط خورده است اما زبو یا تو من گپ میرسید. ایمای جک کی گپ زنی میگم هر یک انسان یک ساعت گپ میزنه، بعضی جلسه میگیره 13 منوت 17 منوت جلسه میکنه، بعضی 28 منوت رو میکنه. ما شنو را گوش کرده یک گپ 10 بار میگه. همین من رفتم پیش یک کس بومیسته بین قمیص با فکر داره گشتم اومدم اومدم فکر کردم که در پشتم کسی مایست با ابراد نگشتم که هیچ نبوده همتری اخی. یعنی خیر کلام اقل و دل بهترین سخن همه که کم باشه و دلالتی کنه. ها برادر عزیز بیمارم فکر میکنم که در پشتم کسی مایست خلاص گپ مرد. یعنی چی؟ یعنی امیر داوود بیور که الله در قرآن میگه و ما هم بضارین الا باذن الله یگان ضرر رسونده میتونه که الله سبحانه و تعالی اونها را اجازه نده چی جین باشه چی شیطان باشه. بعضیش هم میبینی سبحان الله چهار تا ما میشه فکر میکنم در پشتم کسی هست آخه کسی هم باشه او گزبلگی تربی آن نشگیری هم گزبلگی برای گفت که با هم گزبلگی دیوال بزن دیوال چپا میشه نخواه جین شیطان ترسی. برای چی آبا باید دست شب میخواه یه بار پدر این بخلچکه کشتنی همین بخلچکه دستم راسته با الله قسم 10 باش دمی فیلم میگو دستی راست قطعی میخورم. ما گفتم گل با می نیسن میگه پاکی چی با دست شب میخوری دستی راسته همین اگر که همین کامera را استفاده برین فرانتال یعنی روپروی کامera در رو پیش آینه بسینه دستی راست قطعی هم خیلی چه دست چپ نشون میتونه
حاجی مسلم الله نگهبانتون باشه. به خدا چی با مردم خودمون گفت با بعضی شهر چی بدترین این دیوال دا بزن دیوال صدا میوید. خیلی برادرای عزیز بعضی گپا رو به شوخی میگیم به چی میگیم. خیلی مردم مهاجر مردم مسافر بسیاریاش می نویسن که چی به سرت ما الله مینت نشه اتنی همسایه ها من حج عمره که ایسم اتنی خش تورمون که ایسم اتنی گوتی با انسانان دورم که ایسم یعنی همسر ما اگر دیده باشه که غبدل بود پس که رفته ایسم اگر روز کالش کنم بعد یک چیه مگر کم لذت سر بخیر کنم بسیار کار کردن زرین ضرر داره برای وای آخرون که برم اگر خدا مفاهیم کالش میکنم حالا پس که ایسم امی هر رفتگیم عمره کال میکنم اگر هر رفتگی عمره ویدیو کم کنم عمره که ایسم میگن که چی باید عمره و تسیون که میکنی اگر که نکنم چی باید کالا میکنی. خیلی انشالله از قرآن میکنیم بعد شما یک ساعت بیامون دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم إنما تنذر من اتبع الذكر صد کنی گناه تمیه و نکنی. بله راست. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا